هفته گذشته من در خدمت شما حضور نداشتم بنا به دعوت از مقام محترم عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولانا هبة الله حفظه الله، زعیم امارت اسلامی، با وفدی از علما از 9 ولایت شمال به قندهار سفر داشتیم و ملاقات بسیار مفید و مؤثر و امیدوار کننده با عالی قدر امیر المؤمنین داشتیم. پیشنهادات داشتیم و مواردی که لازم بود را به گونه‌های مختلف به سمع جناب امیر رساندیم. امیدوار هستم که ادای رسالت کرده باشم. تصمیم پیش بزرگا و مقام رهبری است، اما آنچه که مکلفیت ماست در مسائل خرد و کلان و در مسائلی که امروز ملت ما دچار پریشانی و سردرگمی هستند، ما به عنوان یک مسلمان مسئول پیشنهادات را خدمت جناب امیر داشتم و همچنان علمای دیگری هم پیشنهادات بسیار مفید و مهمی را داشتند. به امید از اینکه پیشنهادات در منصه عمل بنشین انشاءالله و پیامها و صحبتها و در عین حال مژده‌هایی را که از جناب امیر صاحب گرفتیم همش امیدوار کننده هست. در خلال صحبتایشان گفتن ما به وزیر تحصیلات عالی هدایت دادیم، به مولانا ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، که هر استاد پهنتون در علوم عصری، در علوم فیزیک و ساینس و ریاضی، هر چه که هست، نه تنها در علوم شرعی، در علوم عصری که در هر گوشه و کناری دنیا اگر باشه، افغانی باشه، به هر وسیله ممکن برش پیشنهاد بتین که به افغانستان برگرده. هر اندازه امتیاز میطلبه، معاش میطلبه، برش فراهم کنید. هر اندازه که معاش میطلبه برش فراهم کنید تا افغانستان همانطوره که تا این لحظه مرکز جهاد، مبارزه و فداکاری بود، بعد از این مرکز فرهنگ و ثقافت اسلامی باشه. هیچ افغانی نیازی به خارج کشور رفتن پیدا نکنه. حتی دیگران از خارج کشور، دیگر کشورها نیازمند افغانستان باشند تا در افغانستان بیاین. همانطوری که در علوم شرعی علم بیاموزند، در علوم عصری هم اینها باید علم بیاموزند. آنچه که از صحبتهای جناب امیر سے ما شنیدیم، این افغانستان نه تنها مرکز علوم شرعی مدارس، بلکه مرکز علوم عصری، بلکه مرکز در همه تمدنها و در همه کمالات قرار بگیره و دنیای بیرون بسبب امنیت و آرامی و افتخار بتوانند در مملکت اسلامی نفس راحت بکشند و در اینجا بتوانند به مدارج کمال خود برسانند. صحبت‌ها ملاقات در کل امیدوار کننده بود. پیام‌ها و سلام‌های شما ملت را به اوشان و پیام‌های اوشان را به شما وسیله میشیم، با امیدی که انشاءالله مشکلات حل شود، با امیدی که الله تبارک و تعالی یک افغانستان آباد، سربلند، مترقی و مرفع به همه من و شما نصیب بفرماید. به امید آزادی همه کشورهای اسلامی در حق همه دعا میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.